برادران مسلمان که ما در عرفه روزهای دهه ذوالحجه قرار داریم و در عرفه عید قربان، عید مبارک که پروردگار همیشه در این دیار و سرزمین ما و شما مانند عید قربان خوشحالی های زندگی را الله مهربان نصیب گرداند. در گذشته درباره فضیلت و بزرگی قربانی کردن صحبت کرده بودیم. در این ساعت مبارک میخواهم درباره تاریخ قربانی، درباره بزرگی قربانی که در سوره صافات الله مهربان از این تاریخ قربانی آیات‌های قرآنی، آیات‌های خوشبختی را برای ما و شما خبر داده است که این هم بین حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل است. سار خلیل ابراهیم علیه السلام بسیدة هاجر و ابنها الصغیر اسماعیل بأمر الله سبحانه و تعالی حين وضعها في موضع مکه. حضرت ابراهیم با همراهی همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل الله مهربان امر کرد که این همسر و فرزند را بگیرد و در سرزمین مکه آنها زندگی کنند. در اون حالت مکه نه خانه بود، نه آب بود، یک صحرای پر از کوه بود. وقتی میگه حضرت ابراهیم همسر و فرزندش را در اینجا گذاشت، میخواست حرکت کند، سفر خود را، برگشت خود را به شام ادامه دهد. همسر حضرت ابراهیم مادر حضرت اسماعیل هاجر از حضرت ابراهیم پرسید: اتترکنا هنا بواد لیس فیه زرع ولا انس ولا ماء؟ ای ابراهیم، ما را در یک زمین میگذاری که نه در اینجا آب است و نه در اینجا انسان‌های زندگی میکنند، نه در اینجا درختی از بسیار هوای گرم بود. وقتی میگه حضرت ابراهیم آرامی را اختیار کرد، هاجر همسر حضرت ابراهیم که بسیار زنی دانشمند و با عقل بود گفت: الله امرک بهذا؟ آیا پروردگار تو را امر کرد که ما را در این سرزمین بگذاری؟ گفت آره. گفت ای رفیق و ای همسفری من و ای شوهری من، سفرت را، بازگشت را به سوی شام ادامه کن، پروردگار ما را تنها نمیگذارد. حضرت اسماعیل که آب مبارکی که امروز هر یک مسلمان، هر یک مؤمن در دنیا تمنا میکند از این آب بنوشد، از همون کف مبارک اسماعیل است. همون صفا و مروه که حاجی ها رفتن میدانند حضرت اسماعیل وقتی که در اونجا کودک بودند، خردسال بودند، در نزد جای گذاشتند، آب و نان تیار شد، از پی آب گشتند و می رفتند و می آمدند. یکی از بازگشت صدای فرزندش را شنید. اسماعیل دوان مادر دلسوز به نزد فرزند آمد که یک مخلوق زیبایی در نزد فرزندش است و این مخلوق فرشته بود. برای این مادر هاجر گفت: مادر اسماعیل، لا تحزنی انی رسول من رسول الله، غمگین نشو، من یکی از نماینده های پروردگار هستم که به اینجا آمدم. مادرمان هاجر دید که از کف پای اسماعیل زمزم آب روان است. بعد از آن این فرشته گفت: ان ابنک هذا سید، فرزندی تو بسیار یک سید و شخصیت بزرگ می شود، با همراهی پدرش در اینجا یک خانه ای را، بیت الحرام را می سازم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه رحمت کنم مادری اسماعیل، اگر زمزم نمی گفت یک نهر بسیار کلان میشد. زمزم گو به همین خاطر از شاه می براید تا امروز این زمزم، این آب مبارک که پروردگار دعا میکنیم خداوند کسانی که اراده دارند
باز هم نوشیدن آب زمزم را در این سرزمین برای اونها نصیب گرداند و برای همه ما و شما. میگه حضرت اسماعیل آیسته آیسته در این سرزمین نشو یافت. حضرت اسماعیل پروردگار جل علا در قرآن پسری حضرت اسماعیل یک وصف زیبا و تعریف زیبایی کرده است. الله مهربان میگه ای بندگان من، اسماعیل چه شخصیتی است. و کان سیدنا اسماعیل کان یحافظ علی الصلاة، بسیار در نماز پایبند بودند. و یأمر اهله بالصلاة والزکات، اسماعیل میگم اهل خاندانش را برای ادای نماز خواندن و برای زکات دادن بسیار تاکید میکردند. که پروردگار در آیت مبارک میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکر فی الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. پروردگار جل علا به سوی حبیب ما و شما محمد صلی الله علیه وسلم خطاب میکند اذکر یا محمد فی القرآن العظیم خیر جدک اسماعیل. ای پیغمبری من محمد صلی الله علیه وسلم، الله میگوید تو قرآن نگاه کن، قرآن یک آیت و یک سخنی من است. الله میگوید برای تو از پدری از بابی بزرگوارت که اسماعیل است یک عملهای خوبی را برای تو نشان میدهد که اسماعیل چه کسی بود. اسماعیل که پروردگار میگوید انه کان صادق الوعد، اسماعیل که بسیار در عهد و پیمان با پروردگارش صادق بود. حتی ببینید که وقتی دست و پای اسماعیل در تفسیر این آیت مبارک علما میگویند وقتی بعض گو ای پدر به خاطر رضای الله که امر شده است من را قربانی کن، خدا میگوید پروردگار انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. با این بزرگی و راست قولی بود که پروردگار دو نعمت بزرگ برای اسماعیل داد، هم رسول و هم نبی. و کان یأمر اهله بالصلاة، پروردگار میگه که یکی از رفتار و عمل نیک اسماعیل که هم رسول و نبی بود، اهل خاندانش را همیشه تأکید میکرد که با نماز باشه و زکات، همیشه اونها را عمل میکرد که از مالهاتون زکات بدید. و کان عند ربه مرضیا، زیرا این اسماعیل که پروردگار جل علا الله مهربان از این اسماعیل نهایت راضی بود. رضای پروردگار در حیات و بزرگی حضرت اسماعیل بودند که حضرت اسماعیل با همراهی پدرش در سوره صافات پروردگار از تاریخ قربانی و از زندگی حضرت ابراهیم برای ما و شما خبر داده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. پروردگار میگوید ای ان من انصار نوح و اعوانه و ممن کان علی منهاجه و سنته ابراهیم خلیل. حضرت ابراهیم پروردگار میگوید الله مهربان میگه یکی از نصرت دهندگان، یکی از یاردم کنندگان، یکی از راههای دعوتی که حضرت نوح دعوتش را میبرد ابراهیم بود. یکی از سنتهای راه حضرت نوح ابراهیم بود، زیرا حضرت ابراهیم بعد حضرت نوح بودند. میگه یکی از نصرت دهندگان دین، یکی از راه بردگان آن راه نوح هم بر حضرت ابراهیم بود. پروردگار میگوید حضرت امام علامه بیضاوی در تفسیرش میگوید و کان بین نوح و ابراهیم 2640 سنه. بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم
2640 سال فرق داشتند که حضرت ابراهیم آمد همون راه دعوت و آداب و اخلاق و پرستش یگانگی پروردگاری که حضرت نوح مردم رو دعوت میکرد، حضرت ابراهیم پروردگار میگد ادامه کننده همون راهی نوح بودند. و کان بینهما نبیان، در بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم دو نبی بودند، یکی هود بودند دیگر صالح بودند. پروردگار حضرت ابراهیم چنان وصف میکند اذ جاء ربه بقلب سلیم، ابراهیمی که همیشه به نزد پروردگار با عملهای خوب آمده است. الله میگوید ابراهیمی که میگه حین جاء ربه بقلب نقی طاهر، میگه وقتی پیش پروردگارش با الله چنان عهد و پیمان دوستی کرده بود که حضرت ابراهیم هم دل و هم جسد و هم فکرش از تمام گناه پاک بود. پروردگار حضرت ابراهیم وصف میکند، حضرت ابراهیمی که پروردگار میگه از تمام شرکی که در آن زمان مردم عیاذا بالله به الله شرکی بسیار می آوردند، از شرک دور بودند، از شک دور بودند، یگانگی ایمان به پروردگار ایمانی واقعی داشتند. پروردگار میگه حضرت ابراهیم، اما هر انبیا و پیغمبر آمدن قوماش اذیتش دادن. حضرت ابراهیم هم بسیار اذیت دادن، به سوی قومش رفت. قومش آتش پرست بودن، قومش بوده ها را می پرستیدن، علابه می پرستیدن، اونها را دعوت کرد و اما حضرت ابراهیم بسیار اذیت دادن. پروردگار از زبان حضرت ابراهیم حکایت میکند که حضرت ابراهیم گفتن قال انی ذاهب الی ربی سیهدین رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. وقتی که میگه حضرت ابراهیم پروردگار از آتش نجات داد، ایزون جمع کردن، حضرت ابراهیم در بین آتش پرتافتن. الله مهربان به این آتش امر کرد کنی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، همیشه تو در برابری که تو آتش گرمی داری، در برابری جسد پیغمبرم تو سردی را بیار و او را همیشه سالم نگه بدار. میگه پروردگار وقتی که از این مکر حیل اینها نگهبانش کرد، بعد از آن حضرت ابراهیم گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین، من از این سرزمینم هجرت میکنم. برای همین میگن اولین مهاجری در تاریخ دنیا حضرت ابراهیم بودند. حضرت ابراهیم گفت من از این قومم هجرت میکنم، با یک سرزمینی میرم که پروردگارم را عبادت کنم. بعد از آن دعا کرد رب هب لی من الصالحین ایرزقنی ولدا من الصالحین. حضرت ابراهیم بر روایت هایی که 87 ساله بودند، بعد از آن الله مهربان برای او فرزندی زیبا را داد از هاجر. گفت پروردگارا من از درگاه تو امروز دعا میکنم، وقتی از دیارم را ترک میکنم یک فرزندی صالح برای من عطا کن الله مهربان که این فرزند در دعوت و در کوششی که من برای یکتاپرستی تو، برای آداب و اخلاق مردم دعوت کرده ایستادم، در این راه من را یاردم کننده باشد. فبشرناه بغلام حلیم. پروردگار میگه دعای ابراهیم خلیل قبول کردم، برای او یک فرزندی نهایت فرزندی حلیم و پاک و فرزندی زیبا و فرزندی اطاعتگری از درگاهم و فرزندی بسیار خاکسار برای او دادم. پروردگار از دوام حیات حضرت ابراهیم در پایانتر آیاتهای سوره صافات خبر میکند فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدوني ان شاء الله من الصابرین. در این آیت مبارک پروردگار خبر میکند
و فلما ترعرع و شب و بلغ سن الذي يمكنه ان يسعى مع أبيه في اشغاله و حوائجه فلما بلغ معه سعیا. پروردگار میگوید وقتی که حضرت اسماعیل آهسته آهسته جوانی زیبا کلان شد، میگه پروردگار که مفسرین میگویند به سن 13 سالگی رسید، با آن سینی که میتونید پدرش را در امور زندگیش یاردم کند. روزی از روزها حضرت ابراهیم میگه فرزندش را اسماعیل به نزدش دعوت کرد. گوی فرزند انی ارا فی المنام ان اذبحک، من در خواب دیدم از پروردگار وحی آمد که من باید تو را در راه الله قربانی کنم. خیلی امری سخت بود، عادی نبود. این به خاطر آن نبود که حضرت ابراهیم در فرمان پروردگار کوتاهی کند. بعد برای چی فرزندش را میگه مفسرین پرسید؟ به خاطری که تا که دلش آرام شود که پروردگار این دعایی را قبول کرده است و فرزندی پاک و زیبا و مطیع درگاه پروردگار داده است. گوی فرزندم اسماعیل، من در خواب دیدم که تو را باید در راه الله پروردگار برای من در وحی امر کرد در خواب که من تو را باید قربانی کنم. حضرت ابن عباس میگن رؤیت الانبیاء وحی، خواب پیغمبرها برادران مسلمان از خواب بندگان عادی فرق دارد. حضرت ابن عباس میگن خواب انبیا هم مانند بیداریشان وحی است، زیرا جبرائیل امین به هر پیغمبر و نبی که در روی زمین آمد از پروردگار وحی رسانید. زیرا حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی انبیا شب خواب میروند، هر لحظه خواب میروند، اگر ما و شما خواب ریم، اگر برادران مسلمان دیگر بندگان، حبیب خدا میگه دلها را خواب میکنن، چشمها را خواب میکنن. اما انبیاها میگه وقتی چشمهاشون خواب میروند، دلهای اونها بیدار است، چشم دل اونها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید. میگه فرزندش را پرسید که من در خواب دیدم که تو را در راه پروردگار ذبح میکنم. اندیشه تو فرزند، فکری تو چی است؟ ببین که حضرت ابراهیم وقتی هجرت، وقتی سختی، دست دعا به پروردگار برداشت و گفت رب هب لی من الصالحین، پروردگارا برای من فرزند صالح عطا کن. دعا را ببین، نتیجه دعا را ببین. زیرا پدر پاک، پدری هم دل پاک داشت، هم زبان پاک داشت، هم عملی صالح و پاک داشت نزد پروردگار. حضرت ابراهیم در جواب گفت امضی مما امرک الله من ذبحی. گوی پدر یا ابتی فعل ما تؤمر، ای پدر هر امری که پروردگار کرده است، تنها من یک پسر در نزد تو هستم، اما الله مهربان امر کرده است، من راضی هستم که سر من را از بدن جدا کنی. فستجدونی ان شاء الله صابرا. پدر هیچ گمان نکن که من بی صبر هستم. الله مهربان امر کرده است، سر من از بدن جدا می شود و قربانی می شوند. این فرمان پروردگار اجرا کن. من در فرمان پروردگار صبور هستم، با صبر هستم. فلما اسلم و تله للجبین، میگه وقتی الله مهربان میگه پدر و پسر در حکم الله اونها تسلیم شدن، حکم الله را اجرا کردن. در اینجا مفسرین یک گفتگوزار بین حضرت ابراهیم و اسماعیل میارن. میگه روی انه امر السکین بقوت على حلقه مرارا فلم یقطع. میگه وقتی که کارده که در دست حضرت ابراهیم بود، میخواست وقتی پاهای حضرت ابراهیم مانند چارا اسماعیل بسته شد،
دستهای اسماعیل بسته شد. در همون سرزمین دیاری از روایت ها است که در همون سرزمین مینای امروزه است. میگه هر چند کار دا که در گردن اسماعیل میبرد، هیچ این کار یک قطره از پوست اسماعیل از بدنش جدا نمیکرد، یک رگی را هم جدا نمیکرد. میگه بعد از آن حضرت اسماعیل میگه به سوی پدرش نگاه کرد، گفت شاید مهر پدری در این غلبه کرده باشد که جهت تیزی کار در گردن من نمیگذارد. گفت پدر، هر چیزی که الله گفته است همون را اجرا کن، سر را از بدن من برای رضای پروردگار جدا کن. حضرت اسماعیل ابراهیم میگه بسیار کار را میبرد اما جدا نمیکرد. اسماعیل گفت پدر، من برای تو یک چیزی را میگویم. یا ابتی اشتد رباطی، گفت پدر از تو خواهش میکنم همون بنده هایی که در پا و دست من است همون را سختر بند، لکی لا اضطرب، تا که در وقت قربانی کردن من حرکت نکنم، کوتاهی درگاه پروردگار دا نشود. وکفف ثیابک، وقتی قربانی کردن همین جامه و همین لباس های در بدنت، همین ها را در بدنت جمع کن. شاید یک قطره خونی در لباسی تو میرسد، فتراه امی فتحزن، از بازگشتی تو از این حالت مادر من خبردار نیست. مادر من را وقتی از قربانی کردن من خبر میکنید، مادر من شاید قطره خون را در بدن تو میبیند، بسیار غمگین میشود. هاجر را تنها گذاشتند و دست اسماعیل گرفت، از خانه بیرون شده بودند. وقتی میگه پدر کارد را به دست گرفتی، بسیار او را مستحکم و سخت بقبض در دست. و اسرع بیا علی حلقی لیکون الموت اهون علی، بسیار در وقت قربانی کردن، ذبح کردن سر من را از بدن جدا کردن، کارد را تیزتر بر تا که مرگ برای من آسان شود. پدر و پسر بین همدیگر گفتگوزار در بین همدیگر دوام داشت. بعد از آن پروردگار از این حالت پدر و پسر در قرآن عظیم و شان خبر می‌دهد. میگه ابراهیم خلیل هرچند کارد را در گردن اسماعیل میبرد، اما یگان جای او را از بین نمیبرد. و نادیناه ان یا ابراهیم، از پروردگار جل علا به سوی ابراهیم ندا کرد، ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، آن امری که در خواب برای تو کردم. در امر و اطاعت به پروردگار هم پدر و پسر اطاعت الله را شما در زندگی در فرمان پروردگار را عملی و اجرا کردید. پروردگار میگوید بعد از آن آیت مبارک است که ان کذالک نجزی المحسنین، ما انا همی خیل آدم های نکوکار را در دنیا ما موردی، الله در این آیت دیگر آیت مبارک است که مورد امتحان قرار میگیرد و نیکی های زیاد برای نکوکاران میدهیم. بعد از آن حضرت ابراهیم پروردگار ندا میکند که آرام باشید. و فدیناه بذبح عظیم، پروردگار میگوید در عوض اسماعیل یک چاروای زیبایی را روان کرد. حضرت ابن عباس میگوید قد رعی فی الجنة 40 خریفا، در جنت 40 گوسپندی بود که با فرمان پروردگار آنها در آنجا پرورش میافتند. یکی از این گوسپندهای زیبای جنتی را الله مهربان ملائکه ها را امر کرده پیش حضرت ابراهیم آوردند. الله مهربان گفت این دست و پای ابراهیم را اسماعیل را آزاد بگردان، ای پدر ابراهیم پدر اسماعیل. بعد از آن این ملائکه زیبای رحمت پروردگار از جنت این گوسپند را آوردند،
در همان عوض این اسماعیل گوسپند را ذبح کردند. خداوند گفت ای ابراهیم این امتحان بالای تو بود، زیرا هر پیغمبری را الله مهربان، هر انبیا و نبی را الله مهربان در کره زمین آورد، یک امتحان را برای او قرار داد. حضرت ابراهیم را به ذبح کردن فرزندش امتحان کرد. این چاروا را کشتند در راه الله مهربان و ای را پوست کردند و گوشت و ای را آماده کردند. خدای مهربان پروردگار در دوام آیت مبارک است که این عمل و این کاری که ابراهیم خلیل کرد تا آخر امت مؤمن در دنیا هست. این از برادران مسلمان تاریخ قربانی. ببینید هر مسلمانی که امروز در این عرفه عید مبارک، در این عید قربان وقت این قربانی را میکند، چنان یک ثواب میگیرد. علما میگویند ثواب انامون چاروای جنتی در نامه اعمال او کتابت میشده است. خداوند ببین ابراهیم را به این امتحان بزرگ، این خیلی کاری وزبین بود، اما هر دو پدر و پسر در رضای الله راضی بودند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حبیب خدا را وقتی صحابه پرسیدند گفت سنت ابیکم ابراهیم، این قربانی که در راه الله میکنید سنتی پدر شما ابراهیم خلیل است. که پروردگار هر مسلمان و هر مؤمن امکانیت دارد خداوند از این قربانی کردن، از این سنت بزرگی که ثواب چاروای جنتی را دارد برای همه ما و شما نصیب گرداند. بعد از آن که ادای عید نماز می شود قربانی بعد نماز است. یکی از خرسندی های عید، یکی از خرسندی هایی که پروردگار برای امت مسلمان داده است روز عید قربان همین قربانی کردن است، همین چاروا را در راه الله قربانی کردن است. که امروز برادران مسلمان جمعه پیش از عید قربان است. ما حاضریم در روزهای دهه ذوالحجه قرار داریم. ذکر را در چند روز معین فراموش نکنید. لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. همیشه در این روزهای کمی مانده است ذکر پروردگار را زیاد گویید، ذکر الله را زیاد گویید. پروردگار اگر امکانیت داده باشد از مال من در این دهه ذوالحجه در این روزهای مبارک صدقات را در خانه یتیمان و کمبغلان و بیچارگان و شکستگان دهیم. زیرا در این دهه مبارک که الله مهربان میگد و اذکر اسم الله فی ایام معلومات، در این روزهای معین پروردگار میگد شما در زبانتان یاد خدا داشته باشید. چه جایی که صدقه، چه جایی دستگیری یک کمبغل و ناتوانی در این دهه در برابر ذکر الله باشد، نعمتهای پروردگار با هم جمع شده است. خداوند این نعمتها را برای ما و شما نصیب گرداند.